خب دوستای قشنگم، اگر میخواید بدونید که برای تولد شب چی بپوشین، این ویدیو رو حتما تا آخر ببینید و کپشن رو هم در انتها بخونید. اگر صاحب تولد هستید حتما باید بدرخشید با اعتماد به نفس، ولی نه با زرق و برق زیادی. برید سراغ لباسهای خاص‌تر و متفاوت‌تر، لباس کوتاه یا میدی، ساتن یا کار شده با برش خاص یا سرهمی براق یا کار شده، که البته این استایل برای تولدهای بزرگ با مهمونای زیاده. اما اگر تولد خونگی دارید میتونه دامنای پفی با تاپ ساده یا بلوز و شلوار و بلوز دامنای شیک و خاص باشه. پستای بعدی رو هم دنبال کنین چون استایل تولد تنوع زیاده و ادامه داره.